برای نمازهای سنت راتبه، سنن رواتب، شما همین نیت سنت رو داشته باشید که در ذهنتون بیاد. مثلا در قلبتون شما تصمیم داری که قبل از ظهر، قبل از نماز فرضش 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سنت قبلیه ظهر را میخونید. همین که در قلب شما این نیت و این تصمیم باشه، همین کفایت میکنه که من الان 2 رکعت نماز سنت قبل از ظهر را مثلا میخونم. این اندازه کفایت میکنه. اما برای نمازهای نفل مانند نماز قیام مثلا، یا نمازهای دیگری که انسان میخونه نماز نفل هست و سنت راتبه نیست، مطلق نیت کفایت میکنه. یعنی همین که شما در دلتون اینو داشته باشید که من الان 2 رکعت نماز میخونم، قطع نظر از نوع اون نماز، نیت شما درست هست.